3 تا کاری که آدما رو بدبخت میکنه، زندگی ها رو نابود میکنه و جالب اینجاست خودشون متوجه نیستن. ای کاش این ویدئوی کوتاه و 20 سال پیش کسی برای من میفرستاد. 1. شرایط مالی بد ذهن رو فلج میکنه. آدما گرفتار میشن، آدما تو تله میافتن. هیچکی دیگه به حرف تو، به خودت احترام و ارزشی قائل نیست و اگه فکر میکنی که یه کسی غیر از خودت مسببه، بدون که حالا باید منتظر باشی. 2. کار خلاف نکن. ثابت شده آدمای خوب وقتی از اون چارچوب‌ها، حریم‌های خودشون خارج میشن، آرامش رو برای همیشه از دست میدن. چارچوباتو مشخص کن، نه کسی از این عبور کنه، نه اجازه بده که خودت پا فراتر بذاری. و 3. به دیگران همونقدر احترام بذار که لایقشن.